برنامه اخبار آزادی رو از 3 اپریل من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام، خوش آمدید بینندگان عزیز. نگاه به عنوان 3 گزارشی برنامه. توقیع سحرناک سرنوشت جوانان تاجیک را برای رفتن یا نرفتن به ارتش معین میکند. شیوه های نوی جلب جوانان به صف ارتش در تاجیکستان. در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میآیند نمیدهند را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید به ارتش برود. پرزیدنت سابق امریکا بازداشت می شود. دونالد ترامپ را به پرداخت غیر قانونی پول به یک هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی متهم می کنند. برخی زنان روس برای تولد به آرژانتین می روند. چی زنان روس را مجبور می کند وطن خود را مانده هزارها کیلومتر دور از روسیه فرزند به دنیا بیارند؟ من با او گفتم من از سفر برای تو می ترسم. می ترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ می کنم. در تاجیکستان با گفته مقامات دعوت جوانان به صف ارتش با سرعت ادامه دارد و صدها نفر داوطلبانه و اختیاری خودشان به خدمت می روند. دعوت بهاری جوانان به صف ارتش روزی 1 اپریل آغاز یافت. عین زمان از گوشه و کنار تاجیکستان از شیوه های عجیبی فرستادن جوانان به ارتش خبر می رسد. همکارم کیومر سیاتان نمونه ها را جمع آورد و این گزارش را تهیه نمود. شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. ورقه های داخل این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند. اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت طرح است، امسال آزاد است. چنین قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند. برخی مردم خاموش کرده می شود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجدهای مردم بسته میکنند، مثلا اجازه نمیدن که مردم روند عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میآیند نمیدهند را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشون از روسیه بیاید به ارتش برود. لیکن مردم آماده، بچهای جوان آماده هستند که به ارتش بروند. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه‌ها مهیا میکرد. مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است. من میرم میزنن دیگر ندارم. خدمت از نرمال یکان خیلی عرض شکایت ندارم. شلوکی بس هر بلند بود میکنم به نزد پدر مادر می‌رم. جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز می شود. حالا در سغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت می کنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بستند. در شهر پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند. حامیان حقوق قرعه پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی‌دانند. افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی‌بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می‌کشند. بهتر می‌شد که اگر چاره‌های هوسمندکنی نوابسته از آن که خدمت حربی این عهده‌داری کانستیتوسیونی است و هر یک جوانمرد باید که خدمت کند، اگر چاره‌های هوسمندکنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود. سبب‌های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صف نیروهای مسلح می‌دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می انجامد.
تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسمت‌های نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند. رو می‌آوریم به آمریکا. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از شهر فلوریدا به نیویورک بیاید تا با او اتهام رسمی را اعلام کنند. دونالد ترامپ را با آن متهم می‌کنند که با یک هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات با او پول داده است که در این باره لب نگشاید. اعلان اتهام به پرزیدنت سابق از نظر برخی ناظران در خارج از آمریکا امتحانی برای سنجش اعتبار نظام سیاسی و حقوقی این کشور ارزیابی می شود. همکارم خیرامان بقازاده گزارش دارد. دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت $130,000 حقی سکوت به هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلام کرد. ترامپ اتهام قانونشکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگ دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 ایبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را درباره نگرانی‌ها از احتمال نمایش‌های اعتراضی پرسیدند. نه، من درباره اتهام ترامپ گپ نمیزنم. در نیویورک گروه خرد طرفدار محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخاستند. خود ترامپ گفت که اعتراضهای سرتاسری تشکیل می‌کند. یک تاریخ شناس میگوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار می‌شود، چون اشغال کنگره 6 ینوری سال 2021 از خاطرها نرفته است. به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای 6 ینور از بین رفته است و یا با نظر داشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همان احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی میماند یا نه. چند رهبر جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبر فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حالی است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند. از آن که برخی رهبران جمهوری خواه نه همشان تنها چند نفرشان اتهام را نخوانده و ندیده تنقیل می کنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است. در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید، خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد. با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم. برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سیسیل شی میگوید حالا فضای سیاسی آمریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تر حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد. مدیران تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلام کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون‌ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگار بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم. خب اینکه چرا بخش فارسی رادیوی بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام‌های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخاطر که اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر می‌کردن که احتمالاً رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورهای مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متأسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022
مدیریت بخش جهانی BBC تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی رسانه‌های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی BBC که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای BBC فارسی همچنان موجوده، روی اون سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت، یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن. سوالی بعدی از داریوش رجبیان این بود که اکنون مخاطبان رادیوی BBC از کجا میتوانند گزارش و اطلاع این بخش را به دست بیارند؟ همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، از این به بعد هم میشود خبرهای BBC رو دنبال کرد از طریق تارنمای bbcpersian.com و همینطور از طریق تلویزیون BBC فارسی و با توجه به اینکه اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هم صورت گرفته، انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدن و به خصوص در بخش دیجیتال و اینکه چگونه اون خلایی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی BBC میشه پر کرد همچنان در دست بحث صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلایی که بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه. ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای bbcpersian.com 24 ساعته فعال هست و تلویزیون هم اونطوری گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای BBC رو دنبال کرد. داریوش رجبیان خبرنگار بخش فارسی BBC با سوالهای رادیو زودی درباره سبب‌های بستن بخش فارسی رادیوی BBC شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت می‌کرد. بر اساس آمار رسمی مقامات آرژانتین سال 2022 تقریباً 11,000 زن روس به این کشور آمدند و بسیاری از آنها هم برای تولد. چرا زنان روس هزاران کیلومتر راه را طی کرده به این کشور دوری آمریکای جنوبی می‌روند تا فرزند به دنیا بیارند؟ همکارم طاهری سفر گزارش دارد. در 2 سال گذشته بیشتر از 22,000 شهروند روسیه به آرژانتین رفتند و نصف از آنها زنان. بسیاری هم در ماه‌های اخیر آبستنی یا حامله‌داری بودند و همانجا تولد کردند. کیریل ماکاویف مؤسس آژانسی رو آرژانتین است که به زنان روس برای تولد در آرژانتین کمک می‌کند. می‌گوید کارش خوب است. در یک سال تقریباً 70,000 نفر از طریق وبسایت ما درباره تولد در آرژانتین مشورت گرفتند. هر کودکی که در آرژانتین به دنیا آمد بر اساس قانون حق شهروندی میگیرد. والدانشان می توانند حق اقامت بگیرند و دیرتر برای شهروندی مراجعت کنند. شناسنامه آرژانتین به روس‌ها اجازه میدهد آزادانه به 170 کشور سفر کنند. بیرون آمدن از روسیه به سبب تحریمات کشورهای غربی به تدریج گرانتر می شود و امکان ناپذیر هم شده است. اگر شناسنامه آرژانتین داشته باشند به جنگ اوکراین هم سفربر نمی شوند. ناتالیا کسینافونتووا وقتی طفلی سوم در بطنش بود از شهر اوفا به آرژانتین کوچ بست. من 2 پسر دارم. ما آرزو داشتیم که در آینده در اروپا تحصیل میکنند و زندگی زیبایی خواهند داشت، ولی همه این آرزوها در یک روز از بین رفت. وقتی ماه اپریل فهمیدم آبستن هستم، ما زیاد اندیشه کردیم و به این قرار رسیدم که روسیه را ترک کنیم. مقامات آرژانتین میگویند بسیاری از زنان روس بعد از تولد در کشور نمیمانند. سال گذشته نصف از 13,000 شهروند روسیه که به آرژانتین آمدند اینجا را ترک کردند. اکثریت هم زنان آبستنی بودند که بعد از تولد رفتند. ماه فوریه فلورنسیا کاریگانو مدیر خدمات مهاجرتی آرژانتین اعلام کرد از این پس با آن شهروندان روسیه که بعد از زایمان در کشورش اکثرا در بیرون زندگی میکنند حق اقامت نمیدهند. ماه январ 4523 шаҳрванди Русия вориди Аргентина шуданд ва ин шумора фавқулода меафзояд. шумораи парвозҳо ба кишвар ва занони обистани рус ҳам зиёд мешавад. Алла ва Андрей Приговкин дар Аргентина монданд, ҳарчанд аввал аз бими сафарбарии шавҳар ба ҷанги Украина берун омаданд. من با او گفتم من از سفربری تو میترسم. میترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ میکنم. با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو رو هر ساعت در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و تلگرام ادنا کلاسنیک و اینستاگرام پیدا کنید. تا برنامه های دیگر خوش باشید.